جمشید تو چه خونده تو داری؟ افسانه چی؟ به من نقل کن. سومن جمشید کزوتر لباسایتان را پوشید. امروز ما سیری بسیار مهم و خاطرمان داریم بچه جان ها. سیر داریم بابا جان. ما این روز همراه بابایم سر نوروز نکنیم. بابا جان ما رو همه بره. جمشید جان به تو چه خیل می شود؟ حتما تو هم می روی، سومن جان هم می رود، هممون یک جایه می رویم بچه جان. تا آمدن پدر و مادرتان ما امروز بسیار سیری خاطرمان داریم بچه جان. زودتر باشید. هر یک انسان باید کی بودن گذشتگان، عرف و عادتها و تاریخ خود را باید داند. ما تاریخ را می آموزیم و آینده را چی؟ بنیاد میکنیم. آفرین. زودتر باشید، زودتر باشید بچه جان ها، زودتر باشید. حرکت کنید تیزتر تیزتر. افتاب را بینید نبیره هایم، در نوروز شب و روز برابر می شود. فهمو؟ بله 7000 سال پیش گذشتگان ما محض در آن همین روز سال شماری خورشیدی را چی؟ کشف کردند، اختراع کردند. و این سال شماری محض از 21 مرد آغاز می شود و در این روز ما کدام عید را جشن می گیریم؟ نوروز. آفرین نبیره های شیرین من، آفرین آفرین. حالا ما در این باره بسیار گپ میزنیم. رفتیم. ما به کجا میرویم بابا جان؟ به شهر دوشنبه. در شهر دوشنبه در پایتخت عزیز کشورمان نوروز شکوه و شهامتی بسیار خوب دارد. با آثارخانه ملی می رویم. درباره تاریخ نوروز، درباره تاریخ خلقمان من به شما بسیار چیزها را می گویم. فهمو نبیره های شیرین؟ بعد به کجا میرویم بابا جان؟ اگر من همش را به تو نقل کنم شوق و ذوق سفرچی نمیماند. برای همین بهترش صبر کنید. وقتی صبر کنی از غره چی؟ حلوا میپزد. آفرین آفرین. من اکنون در نفقم وقت زیاد دارم بچه جانا. در این سفر من به شما بسیار چیزهای عجایب و غرایب را درباره نوروز نقل میکنم. رفتیم بچه جانا. آفرین نبیره های شیرین، آفرین. این سفر ما بسیار سفر خوب و خاطرمان می شود. و سیری نوروزی می رویم بچه جان ها. فهمو؟ آفرین. کششتیم. آفرین آفرین. حاضر کمتر انتظار می شویم. اتوبوس 1 یا که 18 یا 3 که آمد میشینیم. انا بعد به سیری نوروزی می رویم. خوب جمشید جان. رفتیم بچه جان ها. رفتیم. بیا حاضر. آیسته آیسته آیسته. آفرین. سراسی من اشم. آفرین. انا این آمد نوروز است بچه جان. همه طبیعت زیبا می شود. حالا یک روز بعد در این ورزاب هم می رویم. انا بینید در هر قدم نوروز از خود مژده می دهد. انا دیدید؟ آفرین. و این السلام توا جان. بیاید گذارید. مرحبا. سلام. آفرین.
همین خیل در عرفه سال نو همه خانه ها را تازه می کنند، پلاس و کرپه ها را می تکانند، همه جا را تازه و آزاده می کنند. فهمانه بیره های شیرین؟ بله. این یک رمز است. از خانه همه ناپاکی ها را بیرون می کنند. بابا جان طبق بیال دیگر لازم نیست. نه بچه جان، این یک عنعنه خوبی نوروزی ماست که در عرفه سال نو همه چیزهای کهنه، ظرفهای لب شکسته و سیر پریده و کفیده را از خانه بیرون میکنند و با همین همه ناکامی ها و ناخوشی ها را از خانه بیرون میکنند و آن در سال گذشته بی بازگشت میماند و ما آن را فراموش میکنیم. فهمو؟ بله. آفرین بابا جان جان. من باز یافتم برای چی نمال را جدا میکنند؟ برای آنکه اگر ما از پیاله و طبقهای جدید و لب شکسته خوریم نوشیم، شاید پاره های خودی آنها را فرو بریم و بمرد شویم. بیماری هم یک نمودی غمگینی است. همین تمنه بابا جان. آفرین نبیره شیرینی باباش. آفرین، حتما همین طور است. این یک رمز نوروزی ماست. آفرین بچه جان، اکنون می رویم، رفتیم دوام می دهیم سیر نوروزی همان را. انا بینید یکی از عنعنه های خوبی نوروزی در آمدی نوروز هر یک محله، هر یک کوچه، هر یک خانه باید تازه و آزاده کرده شود. ما نه اینکه داخل منزل خود بلکه بیرون از آن را هم باید پاکیزه نگاه داریم، زیرا خانه و دری تازه رمز سالی نو و اقبالی نو است. مردم باور دارند که اگر سالی نو را در خانه تازه و آراسته پیشواز گیرند، تمامی سالمان خوش و خرسندانه می‌گذرد. بابا جان ما باید فقط در جشن نوروز به تازگی و عبودی مشغول شویم. آفرین سوال خوب داده. نه البته بچه جان، تازگی وقت و ساعتی معین ندارد، لیکن این یک رمز است. در عرفه آمدی سال نو ما خانه ها را می تکنیم، تازه می کنیم، می روبیم. نوروز مهمان است. ما باید نوروز را خوب پیشواز گیریم، لباس انعمی خیلی تازه و آزاده پوشیم، خانه ها را انعمی خیلی روبیم، تازه کنیم، آزاده کنیم. فهمو؟ بله بابا جان. آفرین نبیره های شیرین، آفرین نبیره های بابا. این تالار دویمی که در اینجا تاریخ باستان از دوره‌های قدیم به نمایش گذاشته شده است. انا اینجا کتابی اوستا هست. انا این تاریخ باستانی ماست و افتخار ماست. در اینجا درباره جشن‌های ملی ما از قبیل صده، نوروز، مهرگان خیلی معلومات‌های فراوان و جالب جمع آوری شده‌اند. فهمو بچه‌های عزیز؟ بله. آفرین
آفرین. انا اینجا نوشته شده است پینداری نیک، گفتاری نیک، کرداری نیک. فهمو؟ انا اکنون رفتیم. از این طرف سر میکنیم. نوروز بچه جانا که یکی از قدیمترین عیدهای آریایی ماست، موافق سرچشمه ها اساس گذارش شاه جمشید است. فهمو؟ این جشن اول ماه بهار که ماه فروردین است شروع می شود. در این روز شب و روز برابر می گردد بچه جانا و نیاکانی ما در این روز نو آتش می افروختند. آتش رمز حیات و آفتاب چی؟ عالم راست. این خورشید و آتش رمز زندگی، حیات، زیبایی و خرمی و صلح و صفای بشر است. همه موجودات و طبیعت با خورشید زنده است. بابا جان نوروز از کلمه های نوروز گرفته شده است. آفرین نبیره دانا حکیمن، آفرین. نوروز بسیار کلمه خوبی تاجیکی است و از دو ریشه نو و روز عبارت است و در تمام جهان با همین نام مشهور شده است، نوروز. خوش رفتیم بچه ها، دوام میدیم تماشا را. انا نبیره های بابا، انا این خریطه دولت ساسانیان. در دولت ساسانیان نوروز با تمام حشمتش جشن گرفته می شد. انا این دیوارنگاره‌ای که از پنجکنت باستان یافتند بچه جان، در آن تجلیل نوروز عکس یافته است. انا همین خیلی نیاکانی ما در طول 100 ساله ها نوروز و آیین و مراسم های آن را جشن گرفتند و مردمی تاجیک و خلقهای دیگری همتبار ما در همه دور و زمانهای دشوار و پر از شور و شر آن را جشن گرفتند. بابا جان چرا نوروز به چکمین مرد تجلیل می شود؟ آفرین نبیره بابا، اینا گوش کن. چطوره که پیشتر گفتم عید نوروز ما در برابر شبی شب و روز چی قید کرده می شد و به پیدایش سال شماری خورشیدی 7000 سال پیش عرض هستی کرده بود وابسته است. طبق آن سال نو بهاران 20 و 21 مرد در روزی برابر شبی شب و روز آغاز می شود که این روزها بهاری واقعی حکمران است. موسم کشاورزی، زمان انتظاری ها و امیدواری های دهقان آغاز می شود. جمشید دیدی بابا در نوروز چقدر بسیار میدارن، عجایبه. بله سومن، استادخانه هم با تو مقبول شد؟ بله با من مقبول شد. دیدید نویره های شیرین در آثارخانه درباره نوروز چقدر معلومات های زیاد است؟ معقول شد؟ حالا اکنون سایر نوروزی ما ادامه دارد. رفتیم آیسته 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 تر آیسته رفتیم. جمشید جان، میدونی من تو را با امید جمشید نام ماندم تا مثل شاه جمشید دلیر و دانا شوی. سمن جان من باشد باید مثل گلهای بهاری و نامش زیبنده باشد. خوب بچه جان ها، در آنجا آتش را میبینید؟ بله در بین محله. در آنجا مراسم چهارشنبه سوری است بچه ها. فهمه؟ بله بابا جان. این چگونه مراسم بابا جان؟
این مراسمی بسیار قدیمه ما تاجیکان است بچه ها. مراسم چهارشنبه آخرین که آن را چهارشنبه سروک نیز مینامند، در چهارشنبه آخران سال موافق تقدیم خورشیدی گذرانیده می شود. آدمان در چهارراه‌های آتش افروخته خرد و کلان از بالایش می جهند. در اکثر منطقه های کشور عزیزمان برای افروختن آتش 2 هفته قبل تیاری می دیدند و این مراسم با نام‌های گوناگون شناخته شده بود. در ناحیه روشن علو پرک را چهارشنبه سورک می نامیدند. در این منطقه دوردست تمام شب آتش فروزان می ماند. اهل دهات خواب نرفته منتظر صدای جوانان می شدند. پس از آن که مردم به گرد آتش جمع می آمدند و نوبت از بالای آن می پریدند. همینطور در بین تاجیکان نشانه های چهارشنبه سوری تا به حال باقی مانده در شکل‌های گوناگون اجرا می شوند. بابا جان، جان بابا، این کار آنها برای چی میکنند؟ این کار را برای آن میکنند که در آمد نوروز و سال نو همه آن ناکامی ها و بدبختی های سال سپری شده را در آتش بسوزند و سال نو را با خوشنودی و تنی صحت و آرزوهای نیک آغاز نمایند. آنها به آتش مراجعت کرده می گفتند زردی ما از آن تو، سرخی تو از آن ما گویان. این مراسم را اجرا می کردند. فهمو بچه ها؟ بله. بابا جان، این بچه ها چیکار میکنن؟ گلها رو برای چی میچینن؟ بعد چند مراسم گلگردانی سر می شود. گلگردانی را تاجیکان ما از زمانهای بسیار قدیم در آمد فصل نوروز و به آخر رسیدن فصل زمستان جشن میگیرند. این یک نوع پیک نوروز است. آغاز کشت و کار، فرا رسیدن سال نو است. بچه ها به محله شان رفته به هر خانه گل می دهند و کدبانه ها گل ها را گرفته به دیدگانشان مالیده و به کودکان هر خیل انعام های نوروزی می دهند. بچه جان، این فصل بسیار فصلی بزیبی طبیعت است. بهترین انا گل. آیسته 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 آیسته. انا میخیل آفرین. بابا جان، این گل چی نام دارد؟
این گل سیاه گوش نام دارد بچه جان که در اول ماه فوریه و بعضا در آخرهای ماه ینور اگر سال آفتابی و خوب بیاید می شکفد و یک نوع پیک نوروز است بچه جان. مکان رویدنش انا همین تل و تپه ها، دشت های خوب، میسزارها که این گل در همین جاها می روید، در کوهستان می روید. فهمه بچه جان ها؟ بله. دیگر از گلهای مجدرسانی بهار این بهمن است. گل بهمن را زردک هم میگویند. در منطقه های شمال کشور با نام بایچچک نیز شناخته شده است. اما نام اصلی تاجیکیش چطوری که گفتیم بهمن است. این گل در آخر ماه ینور و یا اول فوریه در تپه و ادیرهای خاکدار می روید. دوامناکی موسمی شکوفایی گل بهمن 10-20 روز را در بر می گیرد و تا 15-20 مارس می شکوفد. گل لاله نیز از جمله گلهای بهاری است اما کمی دیرتر می روید. این گل دوره خیلی کوتاهی نشأ و نما دارد. وابسته به نوع و نمودش گوناگون شکل و گوناگون رنگ است. لاله خودرو نسبتا نازک می شود و با شماره زیاد درون علفزارها می روید. یکی از نوعهای خیلی زیبای آن لاله هالندی است که نظر به لاله های خودرو پرطاقت‌ترند. این نمود لاله امروزها با زیبایی خود حسن پایتخت عزیزمان شهر دوشنبه را دوچند کرده است. در قطار گل و گیاهای بهاری قاقو نیز می ایستد. قاقو گل زرد دارد و تا 30-40 سانتی متر قد می کشد. قاقو از حساب تخمش پنج شده در یک سال یک بار می شکوفد. هنگامی به آخر رسیدن دوره شکوفایی آن رنگی سفید گرفته توسط شمال و گرد و اطراف پریده می رود.
برای ما کودکان بسیار شوق‌آور است. برای همین همه نوروز را جشن میگیرند. بله جمشید جان، حاضر نوروز خجسته ما را تمام دنیا جشن میگیرد بچه جان. این را هم باید دانید که این جشن را 18 فوریه سال 2010 با پیشنهاد یک چند کشورها به خصوص تاجیکستان عزیز ما در جلسه 64 سازمان ملل متحد زیر رقم 49 که عنوان فرهنگ جهان نام دارد به تصویب رسید. این قرار همه ساله در تمام دنیا 21 مارس همچون روز بین المللی نوروز تجلیل گردد. انا همین خیل بچه جان ها نوروز خجسته ما جهانی شد. تاجیکستان وطن نوروز است. چکچکی باران ببین، فیضی بهاران ببین، لاله و ریحان ببین در عید نوروز. موسم باران خوش است، صوت هزاران خوش است، چکوری و تاران خوش است در عید نوروز. نان و نمکدان ببین، همتی دهقان ببین، جشن نیاگان ببین در عید نوروز. بر ملک خدا داده این مردم دل داده، بر تاجیک آزاده نوروز مبارک باد. عالم همه از گل شد، با بیدلی بلبل شد، صد چشمه به غلغل شد نوروز مبارک باد. انواع زمان گلچین، هفته سین و هفته شین، بالا گذر و بینشین نوروز مبارک باد. وقتی آن رسید است که مرد دهقان دانه امید را به زمین پاشد و این با نوروز توأم است. هنوز گذشتگان ما در عرفه جشن نوروز زمین را نرم می کردند. این جریان کار دیرتر با نام جفت براران شناخته شد. در روز جفت براران دهقانان اول در خانه جمع آمده ضیافت آراسته با هم مصلحت ها می کردند. بعداً آنها برزگاو و آلات جفترانی را به صحرا برده به شاخهای برزگاوها روغن زغیر میمالیدند و به سر و بدن گاوها آرد میپاشیدند که رمز برکت و فراوانی حاصل را افاده میکرد. مقصد این مراسم مطابق کنانیدن برزگاوهای جفتی بعد از مدت دراز بیکاری به صحرا بود. موسم جفترانی را بابای دهقان موسفید با تجربه و روزگار دیده با اجرای رسوم کهن نیاگان افتتاح می‌کرد. سپس به کشاورزان دیگر اجازت می‌شد که به یخ سپار ببندند و جفترانی را آغاز کنند. با گذشت زمانها معنای بسیاری از بخش‌های این مراسم فراموش شد. به زمین در عصر 20 در ساحه کشاورزی تاجیکان دگرگونی‌های کلی به عمل آمد و جفت براران تدریجاً رنگ خود را دیگر کرد. جفت براران مراسم شکرانه دهقان
از کارهای کشاورزی است و آرزو و طلب و برکت فراوانی از خداوند می باشد که از زمانهای بسیار قدیم به ما آمده رسید است بچه جان ها و این یک عنعنه عادت باعث سیری و پوری انبار و خاندانی چی؟ مردم است. خوش فهمان سومن جان. بله. بوی خوشی را حس میکنید؟ احساس میکنید؟ بله بابا جان. آفرین آفرین. این همه بوی خوش و احساسی بالیدگی از نوروز است بچه جان ها. در ایام نوروز طبیعت احیا میگردد، انسان نیروی نو میگیرد عزیزانم، دل و اندیشه ها به هم میآیند، آدم عملهای سخاوت، نیکوکاری و خیر و ثواب را انجام میدهد، به همدیگر شادی و سرور میبخشند. طبیعت هم از این کردار انسان ها خرسند شده به ما نعمتهای خود را هدیه میکند. فهمانه برای شیرین. آفرین آفرین. نوروز در وطن عزیز ما با شرافت استقلالیت دولتی با تمام رنگارنگیش احیا گردید و آن جشن ملی و دولتی ما تاجیکان گردید و پیوندگر نسل هاست. فهمانه بیرای شیرین. آفرین آفرین. به فکرم وقتی به خانه برگشتن شد، پدر و مادرتون به فکرم ما را انتظارند. بابا جان جان، من این ساعت بسیار پسند آمد. باز که ما سیر میکنیم؟ حالا ما در پیش بسیار سیرهای خوبی دیگر داریم بچه جان ها. فقط همین را میگوییم که ای خداوند زمین و آسمان، ای خداوند زمین و آسمان، تا به نوروزی دیگر ما را رسان.